نه، اون نیست، این غیر امکان است. تو جنگاور بوده نمیتوانی. چخیل می شود آخر؟ مرا چندین بار مگر تو نجات می دادی؟ جنگاور؟ او را زنده نمانید. جناب رفتنتان لازم. به دیوار می برآمدیم اما تو کی هستی ها؟ چرا مرا نجات دادی؟ نهایت تو آمدی جنگاور. استاد! تو بودی هجری؟ جنگاور تو بودی مگر؟ الو؟ در کجا هستی اجری؟ برای دیدن پدرت برآمدم. سلام. سراغی که اون آدم ها دادم با آنجا آمدم من. پدرم به خانه آمد هجری. پدرم رو جنگاور نجات داده است. خیر تو هم زود بیا. چی؟ جنگاور نجات داده است؟ تمام سلام. حاضر می آیم. این چه خیل می شود؟ تو اینقدر وقت جنگاور بودنت را چه خیل پنهان کردی هجری؟ زبید اینجا را چه یافتی؟ زبید نباید چهره جنگاور را بیند. زبید چی شد؟ مرا دیده حیران شدی ام مراد؟ شغال مرا پرتفته خواستی جنگاور خودت دستگیر کنی؟ من برای خوبی خودت کردم آخر. این عملیات مخفی است. نمیخواهم که به تو ضرر رسد. بس کنی گپ ها را. کنی گپ زن. جنگاور در کجا است؟ نمیدانم، حالا ندیدم. در درون است همین خیل نه؟ نه، گفتم که دیدم. در آنجا نیست. این خیل باشه چرا با صدای پس گپ زده ایستاده ای؟ درون را میبینم. نیست میگویم آخر همکار. چرا نمیفهمی؟ وقت را از دست نمیدیم همکار. جدا شده گردی بینا را میکوبیم.
با چشمان خودم نبینم باور نمیکنم. میبینم. آخر نیست میگویم نیست. ای دست برو سرده، من باید ببینم. با کجا غیب زدی هجری؟ بچه گفتی اینجا نیست کو؟ این چی است؟ من میدانستم که جنگاور اینجا است. جنگاور ایستا! رویت رو گردان گفتم. همکار چی شده اصلاحات رو برار؟ دهنت باز رنگی بخلا ششتایی نگاه داری. هجری را باید نجات دهم. جنگاور ای شیرینر، همون مسکه رو تنه میکشی برادر؟ نقاب تا بکش، یک هوای توزه نفس بکش، تیز کن. ای مردن بکش تیز نقاب تا. همکار جنگاور برای چی نقابش نمیکشه؟ جنگاور نقابش رو نمیکشد. او قهرمان است، نقاب رو نمیکشد. آخر چی قهرمان؟ ما چی هستیم؟ ترسونچه کی مگه؟ اصابا ما بیرون نکنی نقاب تا بکش؟ ای بچه میکشی یا بکشمش؟ گوش کن، اگر نکشی میپرونم. یک مصلحت میکنیم، من از 5 پایان حساب میکنم، تو نقابت را آیسته بکش، یا اینکه از 10 پایان. 10 خوبتر از تمام. همینطور 10 حساب میکنم، تو نقاب تا بکش. 10 9 8. باید کاری کنم. چهره هجری را میبیند. بعد 8 7 بده. 7 6 5. اگر مانع شوم میفهمد که چهره جنگاور را دیدم. زباید میفهمد که جنگاور را میشناسم. 4. چیکار کنم آخیرا؟ 3 2 1. بچه باقل شدی. جنگاور ایست همکار. چی داد میزنی؟ ترسوندی. نباید چهره جنگاور را بینیم. چی گفته ایستوده ای؟ تو را از دست دادن نمیخواهم زبید. مرا تو چی گفته ایستوده ای؟
همکار کسی که روی جنگاور را بیند میمورد. میمورم مگر؟ البته که میموری. جنگاور برادر، یک دقیقه این خیلی میکنیم. من چشممو محکم میکنم، تو باشی چهره جنگاور رو میبینی. فهمیدی؟ شد همکار. یگان خواهشی دیگر نداری؟ من چشمایم را میپوشم، تو کوشا ببین. همکار چی لازم است که هر دومون بمریم؟ یک تمام بمریم بس است. چرا من مورم تو مور؟ روی جنگاور رو ببینی انیق میمیری؟ البته میمورم. آخیر مرا تو چقدر آدم یک روی گز از خیلی آمدی مرا نگرفتی. آخیر میفورتی نه ببین روی جنگاور. نمیبینم همکار، نمیبینم. تو ببین. تیز که روی جنگاور رو ببین. تو چشمانت را کوشا، من هم میکوشایم، هر دویمون یک جا میموریم. هم مردک روی جنگاور من نبینه و تن نبینه، دیگه کی میبینه آخیره؟ ای چشمت بکشا. اوف تمام تو چی خمی ترسی؟ من چشمم من میکشم. جنگاور نیخواب تا بکشا که من ببینم. تو کی شدی جنگاور؟ هم مردک ریخت است کو؟ بگذار، کی ها باز گریخته است. ای تو چی گفتی است؟ جنگاور جنگاور ایستو که میپرونم. ایست. ای دولت چی کار کرده است؟ چی کار کنم؟ نشان نگرفتم که پایم لغزید. ای بیاقل جنگاور ای دستت گریخ رفت. من چی گناه دارم؟ هر دویمون یک جا بودیم، او را تو از دست دادی. با ماشینیت سرش میکنیم. معلوم شد که وظیفه مخفی تو این بود است همراه. جنگاور رو دستگیر کردن. با ما را فرو میکنی که وظیفه مخفی ما کرتا کلاس است نه؟ هم مردگز سختر بجوق. زیر دارم. جنگاور گریخته است. ما نزدیک شده ایستادیم. یا خدایا. تمام. حاضر صورت حرکت چپ پس میکنم. گوش کن. تو ماشین این طرف نجنبان. حاضر در بلانو نکسرش میپرانم. بدبخت چی منی اور کرده است؟ چیکار کردم؟ خراب که ایترده کلا خطی میرفتم. چخوری بود یا خدایا. با چخوری میرفتی؟ چخوری رو زیر میکردم. نه ماشین رو از استخانه برآوردم. ای مراد بس که قطعه میماشیند. انا باز جنگاور از دست دادیم. کنیم اتا چکلش گریخت. نصیب ما نبوده است. چیکار کنیم؟ رفت. چند باشید ای دست میتیم مراد. چرا میخندی؟ تو دیوانه هستی؟ چرا میخندی؟ انیق دیوانه شده ای ها؟ مرو بخدت مرا دیوانه میکنی. این حالا هم میخندد. کشاده شو. این چی است؟ در موتورسیکل جنگاور یک کمرچه به جای ماندم. گوش که مراد این کلا خالی نیست. همکار نزدیک شدیم. دوام بده. کمتر دیگر مان. ایستا. وجدان انسانی موتورسیکل جنگاوره. تو کجا غیب زدی اجری؟ چرا مرا در روز زادروزم تنها گذاشتی؟ گفتم که سنم جان با سراغ پدرت رفتم. شکر که همش پس سر شد. رحمت اجری. چه خیلی استید؟ خوب استید؟ خوبم و اگر جنگاور نمیشد مرا میکشتند. جنگاور کی است؟ سوپر قهرمان. سوپر قهرمان بسیار رومانتیکی بوده است.
مراد هم قهرمانی من هست، میدونی؟ یعنی حیاتی من رو نجات داد. زینب، تو با مراد دوست هستی همین خیلی نه؟ آخر تو انیق این رو میدونی، کنی بگو مراد دوست داشته ندارد؟ ها؟ من آخر سوالی نجات دادم. یعنی مثل او بر این جوانی زیبا اگر دوست داشته میداشت از برش دور نمیشد، او رو هیچگاه تنها نمیگذاشت. انیق دوست داشته ندارد. زینب، انیق دوست داشته ندارد. انیق ندارد. کی از این جنگاور بسیار فهمیدن میخواهم آخر، یعنی میخواهم با او تشکری بی اندازه گفتن میخواهم. مادر جان، ها جان، این جنگاور پیشتر یک چند مرتبه حیاتی من رو هم نجات داده بود. البته دخترم، میدونم آخر برای همین از نام تو تشکر گفتن میخواهم. یعنی مثل یک قهرمانمون که همیشه در گرد و اطرافمون هست، همین خیلی حس میکنم. یعنی اون کلازنی ها پای رو بلند برداشته شده زدن، یعنی مثل داماد خیالاتم. یعنی داماد هم گیرم اگر مثل جنگاور باشه. مادر جان، این گپ ها در نزد هجری عیب نیست مگر؟ آخر هجری زیغ میشود، او رو زیغ نکن. اما سنن زیغ شود زیغ شدن گیرد، چی کار کنم؟ یعنی پدرت رو مگر او نجات داد؟ ها، چی گفتم؟ نگفته بودم که او رو دستگیر میکنیم؟ همین خیلی هم کار. آه هجری، چرا با اینجا آمدی؟ همکار، این محله به تو شنوس نمی نماید. برادر اینجا قصی بابای قادر نیست مگر؟ یا اینکه جنگاور رو به قصی بابای قادر در آمده است؟ چی علاقه دارد؟ چرا جنگاور به قصر بابای قادر می در آمده است؟ چرا ندر آید؟ بابای قادر رو جنگاور نجات نداده بود؟ ها؟ همکار، بین آنها انیق چی علاقه هست میدونی؟ جنگاور در درون خانه بابای قادر است. یگان کس نجنبد. کسی می جنبد می پرانمش. کسی می جنبد می پرانمش. گوش کنید، رنگ سربازان همه تا یک قطار شوید. تیز کنید. همکار چیکار میکنی؟ اگر جنگاور اینجا می بود هم در اینجا می ایستاد مگر؟ تو چی ها میگوی مراد؟ یک از زمین ها جنگاور است و شغال نمیدونه که در موتورسیکلش کامیرا مونده. گوش کنید، همه کسا نجنبید. جنگاور همین جاست در بینتون. چی گفته این صدا؟ این دیمونه چی بگه؟ توبه جنگاوری که تعقیب کردیم در همین جا در اومد. چی بیریده؟ جنگاور توی بدبخت. من انیق نیستم. لبای من هم نیستم اخیر. اکا، من برادرت، من با جنگاور چه علاقه دارم؟ زبید، فکر میکنم که از من شبه نداری، همین خیلی نه؟ البته جانم، از تو برای دختر زیبا جنگاور نمیبرایم.
نه اکا ما جنگاور نیستیم. بخشش زیاد کماندیر. ملیسا گفتی که ای دخترای خشو جنگاور نمیبره یا ای ملیسا خشوان. این میمون دم تا بگی چی میزنی؟ خاموش آرام باش. این میمونه بی خاله چمان جنگاور رو ندیدین شما؟ نه ندیدمو، ولی از شما خواهش دارم جنگاور رو پیدا کنید، چون که من او را داماد خود کردن میخواهم. التماس. مادر خاموش. کمیسر زوباید، خودم رو نجات میدم، همون که نه؟ ای سنم جنگاور در که جای؟ من از کجا میدونم که در کجاست؟ جنگاور رو میشناسی ها؟ میشناسم، چون که پیشتر چند بار مرا نجات داده بود. روش دیده بودی؟ ندیدم، ولی من هم بسیار میخوام بینم. احتیاط کن. من نه به این محل آمدم، یعنی جنگاور رو نشنیدم. زینب انیق میدونم که شما جنگاور نیستی جانم. زینب قطیت بد گپ میزنی. هجری جنگاور تو نباشی. کنی گپ زن. از تو میپرسم هجری، گوشم به شما. این مرد گپ زن. زوباید بس کن آخر. هجری رو راحت گذار. اینجا کسی جنگاور نیست، فهمیدی؟ از هجری جنگاور میبرد مگر؟ چرا همکار؟ چرا؟ سیری مخفی رو فراموش کردی؟ مؤذن هجری مگر مؤذن نیست؟ چرا نباشد؟ جناب زوباید، یعنی خواهش میکنم برای جنگاور رو یافتن میتوانید همه نام ها رو یکجا کنید، ولی التماس آخر هجری نگویید، چون که من نمیخواهم که هجری داماد من شود. هیچ نمیخواهم. تو یه به خبره چیه؟ کماندیر بخشش از طرف رسین. گوش که کماندیر، من همین خطه سخت خورمان میکردم. بخشش زیادو لیکی کماندیر تو دیوونه شده ها؟ ایچ خیلی کاره. سقراط، برانه، اژدها را، خیالی را همش ای روی زمین دشمنا را نیست کرد. حالی در بالای قبرشون سبزه برآمده. تو چی در موی قچس بیده؟ جنگاور او جنگاور همین هجری بیچاره چه جنگاور شده میتونه؟ بم به عقلی تو که عقل من نمیگیره. جنگاور انسان است که دوست ها، دشمن ها را نیست کرد. با چی میگی؟ شیری نه رنگی تو نیست پیرخر. بخشش زیاد کماندیر، هجری جنگاور نیست. هجری یک آدم عادیه. هجری برادر ما مؤذنه، امر معروف های زیبا میکنه، انسان پاکدل، لیک جوره. او جنگاور نیست. لطفاً کماندیر یک بار می کلات کار فرما. جنگاور قهرمان همه ما و شما. هجری گجاش ما جنگاور ماننده. اگر همه هجری جنگاور باشه شوکت ترمیناتوره. هجری یک آدمی هست که مورچه را آزار نمیتید، جنگاور بودن نمیتواند. از تو پرسیدم مگر دیوانه بیخلی پکه کنی بجای گذر. همین را بر وقتر نگفتی؟ یک بیهوده گپ زدیم. همین بدبخت چیزی گفت من هیچی نفهمیدم. برای کجا جا بشین؟ بله آخر هجری آنقدر آدم های بد را چه خیلت و کوب کرد؟ اینا در کجا مخته باشد؟ کمیسر زوباید، شوکت درست میگوید. هجری جنگاور بودنش امکان ندارد. من میدانم که جنگاور چخیل میجنگد، گرچنده هجری هم با قوای طبیعی خودش خوب میجنگد ولی اینها رو بعداً حل میکنیم. قوای طبیعی گفتی؟ بله. یعنی هجری خوب میجنگد همین خیر؟
بله. زبید اینجا بیا. کافی است آخر زبید. ببین همه ناراحت شده است. خود را به وضعیت ناگوار دچار نکن. این خیلی باشد کدی بگو موتورسیکل جنگاور اینجا چیکار میکنن؟ شاید برای نجات دادن بابای قادر پول خواستن آمده است. ولی ما را دیده گریخته است. همین خیل نی؟ این خیلی سخنا را از کجا میآوری بود؟ زبید برای هجری و جنگاور گفتنت باید به تو مدال شرف دهند. این خیلی باشد از همه شما یک سوال مهم رو میپرسم. هنگامی که بابای قادر را دزدیده بودن از این خانه اول کی بیرون برآمد؟ هجری برآمده بود. با کجا رفته بودی هجری بیک؟ با انبار رفتی؟ ام مرد گپ بزن؟ هجری برای پیدا کردن پدرم رفته بود، ولی وقتی فهمید که پدرم برگشت است او هم آمد. در غم پدرت بودی هجری بیک؟ بله من برای پدرم ذکر شدم. بعدم به انبار رفتی ها؟ همین خیلی نه؟ نقابت را پوشیدی، با موتورسیکلت سوار شدی، آدم ها را لط و کوب کردی. همین خیلی نه هجری؟ همین خیلی نه؟ بس از زبید اینجا بیا. اینجا کسی جنگاور نیست فهمیدی؟ بله دوستان از همتون عذر میپرسم. از نام زبید هم عذر میپرسم. نصف شب شد. همه میتواند رود. در روز زودروز اماخینا چیکار میکنن؟ نمیدونم. شب خیر. شب خوش سلام. شب خوش. خوش باشید. خیر. خانم عالم لبای اگر خواهید من شما را تا خانه اتان میبرم. باز به شما زحمت نشود. خیلی زحمت آخر. استغفرالله. به این هم در یک کوچه هستیم مشکلی نیست. تمام شد میرویم. شبی خوش سنم. شبی خوش. شبی خوش هجری. شبی خوش. کمیسر مراد و هجری هر دوی شما از من چیزی رو پنهان دارید ولی از دست من هیچ چیز نمیگریزن. امشب کی بودن جنگاور رو میفهمم. شب بخیر هجری. شبی خوش مراد. شبی خوش سنم. شبی خوش. شبی خوش. زبید بیا تو هم رو به خونه ببر. البته خانم زینب میرویم. شب خوش سنم جان. تا بازدید زینب جان. شب بخیر. عجب زینب. زودروزم رو ویران کردی. هجری جنگاور نسبتی من رشک بردنش جایز است مگر؟ هرگز جایز نیست سنم. بله به فکری من هم. خیر بیا ما هم میرویم مایده چم. رفتیم جانم. آه هجری یعنی جنگاور تو بوده ها؟ آخر 100 سال فکر میکردم و فکرم نمی آمد. زود نزد من آمده آن سوالهای عجیب و غریب را میدادی. چخیل تو جنگاور بوده هیچ نفهمیدم. حیران شدم. استاد هجری استاد سرم رو یک سوال مخته کرد. انتظار شدم که باز بسیارتر مخته کرد بعد آمدم. خوب کردی هجری. استاد بپرس. انا خوردن گوشت خوک از نگاه دینمان حرام است که استاد؟ بله هجری. استاد روغنش هم حرام است که؟ بله هجری. خیر نباشد استاد گریپ خوک شدن حرام است؟ چی؟ استاد زکام خوک شدن حرام است؟ آی هجری این چه سوال است؟ مگر آدمان برای زکام خوک شدن بسیار خواهشمندند؟ نفهمیدم استاد. هجری تا زمانی که گوشت خوک نمیخوری یگان مشکلی ندارد. اگر خوک تو را خورد این اکنون جوابگری خوک میشود. فهمیدم استاد.
مرا خوردن خوک مشکلی ندارد؟ استاد آخر من مرا خوردن خوک رو نپرسیدم، زکام خوک رو پرسیدم. و خدا که هجری آن شخص مشکلی زکام می شود. بپرس هجری. استاد در کدام دیوار تیمم کردن جایز نیست؟ تیمم؟ بله تیمم استاد. نه نپرس گفتم نپرس. استاد کلتکلس حیوان گناهگار است مگر؟ آخر هجری بین باز چی گفتی تو؟ کلتکلس؟ این از کجا برآمد؟ خشت پرسیدن؟ قسم پرسید مگر؟ استاد چه خیلی قسم؟ آخر پسرم این چی معنا دارد؟ کلتکلس مخلوق گناهگار است مگر؟ انسان ها گناه میکنند مگر مخلوق ها هیچ گناه میکنند؟ آخر کلتکلس چی گناه دارد؟ همه شما با کلتکلس چسبیدید. استاد بپرس. استاد چرا ما خواب میبینیم؟ چی؟ خواب؟ چه شد؟ تو دینا شب خواب دیدی؟ نه استاد ندیدم. خواب پیشینه رو؟ نه پیش هم خواب ندیدم. هجری تو آخرین دفعه کی خواب دیدی؟ استاد آخرین دفعه من کی خواب دیدنم رو به خدا نمیدونم. تو آخرین دفعه کی خواب دیدن تو رو نمیدونی؟ باز اومده از من چرا ما خواب میبینیم گفته سوال میپرسی. استاد بسیار دویدم و سوالم جواب ندادید. هجری در قفا اینقدر گروه آدمان تو میگوی که سوال پرسم. من آجیلن کار داشتم دویدم، شما چی کار داره؟ چرا از پسم میدوید؟ استاد خدا چرا سنجاب ها رو آفریده است؟ هجری تو سنجاب پرورش میکنی؟ نه استاد. هر نباشد وقتی که سنجاب پرورش کردی بعد آماده بپرس چرا حالا میپرسی؟ ها هجری، یعنی برای جنگاور بودنت را پنهان کردن بسیار سوال میدادی، بسیار دانا بودی، ما تو را ساده فکر میکردیم. نه آخر من نفهمیدم کی تو جنگیدن را آموختی، کی جنگاور شدی؟ تا این وقت چخیل دستگیر نشدی تو آخر نفهمیدم. به خدا حیرانم. اسبابی تعقیب کنی؟ آخر هجری نمیداند که در موتورسیکل اسبابی تعقیب است. زبید اگر پیش از من او را یا به دستگیر میکند. میآیم هجری، میآیم. جنگاور در جا حدیث نجوم، این با تو رو از دست نمیدیم. رویت رو گردان، رویت رو گردان. نقابت رو برار، نقابت رو برار گفتم. اگر نقابت رو نبروری تو رو میپرانم. باز یگان خطاگی نکنی، نکن. هجری میدونستم آخر، میدونستم که تو هستی. موازین موازین سیری مخفی نبود، تو خودت هستی. چه خیلی آشکار شدی ها؟ بله جنگاور، از این پس اکنون دیگر در محبس قهرمانی میکنی. ها پروا نکن جانم، تو تنها نمیمانی. کلت کلاس هم به نزدی تو روان میکنم، هم کرت از کو یک جا در محبس میشینید. دستت رو درست کن. بیست. جنگاور او نیست، منم جنگاور. تو کی هستی لعنتی؟ او کی باشد؟ کمیسر نمیدونم، یکم بار میبینم. من جنگاورم. ابله تو جنگاوری ساخته هستی. نمیبینی من اینجا جنگاور حقیقی رو دستگیر کردم؟ شغال. جنگاوری حقیقی او نیست، من هستم. بس کن. برای هجری را محافظت کردن چنین گفته ایستادی خیلی نه. کی هستی تو؟ کنی نقابت رو برار؟
مراد؟ چی فکر کردی؟ میدونستم آخر. قسم میخورم که میدونستم. من انیق میدونستم که تو جنگاور هستی مراد. آفرین، تو بسیار دانا بودی. تو برای خودت رو مخفی نگاه داشتن دقت همه را به هجری جلب نمودی. آفرین مراد. هجری یگان گناهی ندارد زبید. او را سرده، مرا دستگیر کن. البته با ذوق بلند. چی گپه؟ جنگاور حقیقی من هستم. تو کی هستی ها؟ آخه چی گپ هست اینجا؟ هجری و کمیسر مراد را دستگیر کرده نمیتوانی کمیسر زبید، چون که جنگاور حقیقی من هستم. تو باز کی هستی؟ شوکت؟ آه شوکت. جنگاور مایم، اگر ایده سود بیای بقپم. شوکت لعین، اگر جنگاور حقیقی تو نباشه دهان بینیت رو میشکنم، فهمیدی؟ مایلا گپ نیست. ایستید. جنگاور من هستم. جنگاور زن بوده هستن؟ باز همینش نمیرسید. خانم لطفاً نقابتون رو بکشید. خانم لطفاً. زینب؟ نه تو جنگاور بودن نمیتوانی. تو همکار کلتکلز بودن نمیتوانی. این از جنگاوره بسیار خنده هم آمده است. تو مرا خنداندی کو، خدا تو رو هم خرسند کند. سفسطه گفته غضبی مرا نیار کمیسر. بسیار ترسیدم، در حقیقت بسیار ترسیدم. خدایا، یا خدایا من چی گناه کردم؟ جنگاوری حقیقی من هستم. باز تو که هستی؟ آخر خودش چی گپ هسته؟ جنگاوری حقیقی هم؟ تمام 100% جنگاور کسی نباشد توی. پدر؟ بله من. ناخلف پدرت را دستگیر بکنی. ها کنی بگیر دستگیر کن. کنی؟ نه پدره، ای چی گپه؟ تو را دشمنی ناموسی من ابلیسی افلال شوکت، تو مردی تو را میکشم، پارا پارا نکنم. خدایا من چی گناه کردم؟ اینجا چی گپه؟ تو را پارا پارا میکنم، میکشم تو را، هیچ کس پیدا نمیکند. جنگاور منم. ای بدبختو که کنه نقاب تا بکش. با فکرم جنگاور حقیقی این است. همین خلاص چی؟ نقابت رو بکش. جنگاور منم. ببخشم کار، جنگاور تو بوده ای. تو را باید دستگیر کنم. دستبند رو ده. نه مراد، من جنگاور نیستم. دستانتو درست کن. تو هستی جنگاور. نه من جنگاور نیستم. تو هستی همکار. من جنگاور نیستم مراد، قسم میخورم که من نیستم. جنگاور حقیقی تویی. من نیستم آخی. جنگاور تو هستی. من نیستم میگویم. همکار بیدار شو. مراد. چی گپ هست؟
مراد التماس مرا دستگیر نکن، من جنگاور نیستم، به خدا قسم میخورم. بدار شو آخر. همکار از پشت جنگاور دیوانه شده ای کو؟ ها؟ او میداند که ما او را تعقیب میکنیم. مگر با موتورسیکلش به اینجا میآید؟ خب دیدم من جنگاور نیستم. تمام شد، همش گذشت. میمونی که خوب کنی مراد؟ آرام شو، حالا هم بیدار نشده ای؟ بهترین سلسله فیلم های ترکی هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را این چنین ویدیوهای جالب را با صفت بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. جناب خدیر، تفتیشاتی که در خانه‌تون گذاروندیم در یگان جای ایزی دستوی جنگاور پیدا نکردیم. ولی بابای خدیر، در دیوارها و فکرم در جایهای نمناکی یک چند ایزی دست رو پیدا کردیم، ولی ایزی دستی آدم ها نیستن. با فکر من خیر سعی اینها رو هم بعدا حل میکنیم. از موتورسیکل یگان چیز نبر اومد. هجری تو چه خیلی جنگاور شدی؟ اینقدر سالها مثل سایه خودت را پنهان داشتی؟ نه، شاگردای ما سنجده دیدن، یگان ایز پیدا نکردن. من هم دیدم هیچ چیز پیدا نکردن. نمیفهمم آخر، یعنی جنگاور با شما چی بدی کرده است که شما رو دستگیر کردن میخواهید؟ سوال خوب. گوش کنید خانم سنم، هیچ کس خودش را در برابر قانون گذاشته قهرمانی کردن نمیتواند. اینجا ما هستیم، قانون ما هستیم. باز ایلوه کنم، اگر شما هم کی بودن و در کجا بودن جنگاور را دانید و این معلومات رو با ما ندید، شما هم همکار جنایتی او به حساب می روید. این را دونسته باشید. ولی جناب زبید، من دامادم رو به دست شما نمیدهم، معذرت میخواهم. اوف مادر، چه خیلی داماد، این را چند بار با تو صحبت کرده بودیم. همین خیلی نه، من هجری رو دوست میدارم، جنگاوری من هجری است. چی؟ جنگاور هجری است؟ من درست شنیدم؟ شما خطا فهمیدید، من این خیلی گفتم ولی با آن من نگفتم. یعنی گفتن میخواستم که قهرمانی من هجری است. انا این خیلی گفتنی بودم. برای شما خرسان شدم، خدا خوشبخت گرداند خانم سنم. ولی از دوست داشته های جنگاور معذرت میخواهم، او رو به محبس میپرتویم، نگفته نماند. با این هرگز اجازت نمیدیم هجری. جناب، من چیزی میخواستم گفتم. کمیسر مراد، یگان چیز ایلوه کردن میخواهی؟ نه، تو همه چیز را گفتی همکار. این خیلی باشد ما میخیزیم. صبحانه میکردید؟ عملت رژیم پختگی بهترین است. به خدا من گرسنه نیستم، باز در دیت هستم. مراد تو میستود یا خلال؟ دفعه دیگر هجری انشالله. نباشد قول بیده. قول میدیم. کمیسر زبید، فراموش کردم که یک چیز رو پرسم. شنیدم که هر نفری که چهره جنگاور رو دیده باشد در بین 24 ساعت میمرده. از این حقیقت دارد؟ دارد. انشالله چهره جنگاور ندیده اید. هر انسانی بدبختی که چهره جنگاور دید جنازش را خواندم. در همین سال 2019 4 نفر مرد. خودت احتیاط کن. انشالله که به من چیزی نمی شود. خیره،
با شما اشتهای تمام. تکرارا تشکر. هجری چرا ایستادی؟ زودتر بیارم لیتت رو. اینا حاضر میارم پدر جان. کمی گرم است پدر جان، با دقت باشید. اشتیایتم. اشتیایتم مایدچم. رحمت مایدچم. زنک جان بسیار خوشمزه است. نمیخواهم. عملیات هجری عجایبات است. تشکر زیاد پدر جان، رحمت. با این مؤذن بگوی که از این پس رو پدر جان نگوید. مادر جان عملیات من بسیار با لذت است. مادر جان وقتی که ما خونه دار می شده ایم هجری همیشه صبحانه آماده می کرده است. یعنی با من همین خیلی گفت. مرا کار نمی فرموده است. بسیار رومانتیکه می خیلی نه؟ حواس نخور دخترم. من تو رو با هجری نه با جنگاور می دیم. اوه مادر از چند بار با تو گویم من جنگاور رو نه هجری رو دوست می دارم و با او خونه دار می شوم. دخترم جنگاور تو رو و پدرت رو چند بار نجات داد. این هجری چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ چیکار کرد زنک جان؟ دخترم با حسیب عملیات آماده که دیگر چیکار کنه؟ به این هم گوش کنی، قرار دخترمان است. با کسی که خواد با او خانه دار میشد، فهمیدی؟ اصلا قبول نمیکنم. من تنها جنگاور رو همچون داماد خودم قبول میکنم. یعنی قهرمان، داماد قهرمان. اوف مادر مرا نفهمیدی. اوف از رستیه. بخیر است انشالله شاگردان. چرا این قم بچه غمگین می نماید؟ استاد قم بچه را عروسش گفت مشک بوز بالا شوی و جای مشک رفت جنشین خورد فربشی در عروسش پرتوفتش با. خاموش باش. قم بچه کدام دختر تو را غمگین کرد؟ انوای دختر استاد. مرا گوش کن قم بچه. حاضر با تو تاکتیکا می آموزانم. دلی اون دختر رو به دست میاری، فهمیدی؟ چه تاکتیکا استاد؟ خاموش باش. از پسم بیا. خیر تیز زودتر. سلام سلام. ای کوچه پری روزانه تو خانه گر. بیا تو خانه تبرم. واسه هستی؟ من با تو نگفته بودم که مرا ناراحت نکن. ابله دیگر با من نزدیک نشو. اوه قم بچه یک کار رو اقلا خودتون کرده نمیتونید. حتما باید من نشون دیم. حاضر با شما خودم تاکتیکا رو نشون میدیم، فهمیدید؟ خوب نگاه کنید و بیاموزید. با پس دیوار گذارید. سلام زیبویک. ایوه میلیس گرخته بچو. تو رو باری اول است اینجا میبینم. نو با اینجا اومده ای؟ ولی نو کوچیدم. گوش کن، اینجا سگ بسیار دارد. اگر خواهی همراه تو خونه روم. همین خیلی از راستی؟ خیر میرویم؟ نمیدونم آخر باز یکون کس غیبت نکند. نمیکنم. خونه در کجاست؟ حاضر من روزت رو به تو نشان میدهم. خانه من اونجا هست. بیا رفتیم. مایلش رفتیم. کامل.
آدمی پس تو همین خیلی به من اثبات میکنی که مرا دوست میداری. میلیس با خدا هیچ چیز مثل دیدت نیست. چی خیلی مثل دیدم نیست. با گوشهای خودم شنیدم که دخترها به خانه اش میبردی. کنی رو تو جانم، خودت رفته میتوانی پایداری آخر. کنی زود رو. خدایا چیگه پس این رو ببینه؟ بی تربیه باز میپرسد چی هست. خیر با خدا من اینجا با بچه ها درسی عملی میآموزونیدم. ها پس کنی بچه ها ببین انا اونجا ای کجا شده این بچه ها؟ درسی عملی نشان میداده است. آدمی پستی بی تربیه. راستش رو بگو، دین روی جنگاور دیدی یا ندیدی مراد؟ آخر چند بار با تو گویم ندیدم. چه خیلی باورت بکنیم که دروغم نمیگوی؟ چرا دروغ گویم زبید ها؟ اگر او را میدیدم با تو حقت را حلال کن میگفتم. چه خیلی حلال ها؟ آخر جنگاور را بینی در 24 ساعت میموری کو؟ مرا گوش کن، روش دیده باش انیق میموری. برای می پیش مردنت بگو که روش دیدی یا نه. شوخی کردی ها؟ شوخی میکنی باز با من؟ بله مراد شوخی کردم. مراد یه بچه دیدی؟ یا اینکه چی؟ یا اینکه چی آخر؟ تنها یک گل دان رفتیم. این مردک بگو پیش مردن چی خیلی رسم شب کشیم؟ عینک داشت، برود داشت، رو داشت، موی سر داشت. چی خیلی بود؟ همکار میگویم که تنها نقابش را دیدم. چرا باور نمیکنی؟ بس کنی. چیکار کنم اکنون؟ نقابش را دیده رسم نقابش را بکشم مگر؟ بیزار کردی. رسمی مرا بکش زبید. یعنی رسمی مرا. مراد در این شکافی چیکار میکنی؟ چیکار کنم؟ جاکوزی حمام کرده ایستادم. یا خدایا نجاتم بده، بچه خوری افتیدم. دستم را دار، دستم را. کنه پونکت نزدین را دیده؟ برادر انیختون میموری. چند باشه که نشانه ها شدیده استم. این چه خوری اینجا چیکار میکند نفهمیدم من. رفتیم. آخر من با تو نگفته بودم که هر روز به قهوه خانه نرویم. عدی ما را دستگیر میکند. سمی بودم در خانه مسلم جان شاهین میدرویم. بدو سر میکنم شما را، زل میکنم، میکشم شما را، میکشم، میگویم میکشم. سمی تستر بودم که میجیخم، به خدا میجیخم. یک سایست آخر، یک سایست میگویم به شما. یک کمیسر یه باشه چی که برنده اون نفرسته چه خبود. های کمیسر ما خانه مسلم شما رفتیم. ای بدبخت از پشت تو شده قریک میمردم. میگو جنگاور کیه یا کی نه؟ ای بچه چی یک روی میکنی؟ 20 ساعت گرد مونده است. مرگت قریب آمده است. همکار اگر تو نباشی خوشحال نمیگردم. میدونی این را 20 ساعت دیگر از عمرم مونده است. آخر رویش رو دیده و از من پنهان میکنی ها؟ اگر دو نفر سیر را بداند آن سیر نیست. گوش کن مراد، تو رو به امنیت برده چنان میپرسم، آنقدر میپرسم که میدونی تکنیک سوال پرسی مرا همین قدر میپوچمید که قایل میشه. آخر نمیدونم میگویم همکار نمیدونم. آخر مراد باز میگوی که روی جنگاور را ندیدم. اینجا مرده است تو در آخر. مراد یار دیهید یگان الکتریک زنگ زنید. مراد چجور می مراد حالم تنه 220 ولت داره. همین قایلش جنگاور که بمبر بره آسان میغلطه. حالم قایل نمیشه یا؟ چرا نگاه میکنی؟ مراد جان گپ زن آخر. اگر بگوی جنگاور کیه سبک میشوی. مرده از دست تو خلاص شوم ها؟ به خدا مرده خلاص میشوم. با این یک رویت به این هم میموری. ابله بگو آخر. بفرمایید.
مرحمت. یا خدایا. با مناسبت 10 سالگی فعالیت کوری زوبید از نام کافه ما هدیه نو چیست؟ زینب جان خودتان زحمت دادین. یه همین 10 سال شد کار کنی من در پلیس. این خیلی می شود مگر برای بهترین کمیسری امنیتی ما این هیچ است. بخدا زندگیم قطیت گلواری می شود زینب. حسد نبرید جناب مرود. 10 سالگی شما رو هم فراموش نمی کنیم. چرا حسد می بردم؟ 10 سال دیگر خوشبخت باش. مراد جورا جان اگر تام زنده مانی انشالله که روزا را تام می بینی. کنی بینم. تبریک میکنم. میسوزم. سوخته در گرفته. این مردک در گرفته استی. حاضر خوابش میکنم. ایست بس است. چی کار کرده ایستاده ای تو؟ حضرت عزرائیل در گرد اطرافت گشته است میدونی؟ ایستا نزدیک نشو. دوریست زود رفته سچاق بیار. بلا زند. گیر این را. قریب بود مرا میکشتی. چه طرفی داد میزنی؟ مراد ناگهان شد بخشش میپرسم. زینب پروا نکن. او رو تو نه جنگاور میکشه جنگاور. مراد؟ یا این که تو چهره جنگاور رو دیده چی؟ سرم رو ویران کرده. چی قدر مرا عذاب میدهید؟ آخر چی است؟ تنها یک سوال پرسیدم. چرا ناز میکنی؟ چهرهش رو دیدی یا ندیدی؟ ندیدم. چی خیل ندیدی؟ از صبح تا حاضر در چند چقوری خلطیدی. روی جنگاور دیدی انیق میموری. یا خدایا مراد تو میموری مگر؟ چی خیل مردن سفسطه نگوید. تمامم کن تمام. اگر تو امروز از ما یگان خطای گذشته باشد ما رو ببخش و حقت رو حلال کن جورا جان. مراد جان اگر تو چهره جنگاور رو دیده باشه انیق است که میموری. اگر تو این وقت من تو رو رنجونده باشم بخشش میپرسم. حقت رو با من حلال کن. چی گپ است ها؟ مرا زنده گور کردید. همکار پرسیدنش عیب اینه که میپرسم. جنازت در کدام مسجد بخونیم؟ در مسجد میخکنه یا که در مسجد سریاسیا؟ حقی گورکنه در گردنم. غمش نخه آزادانه بمبر. من هم قبرکنه رو گفته یگون قبری چخور کم گفته تعیین میکنم. چی گفتی؟ زینب تو 3 روزگش بگردم بگی 3 روز در گردنی من. همدردی مرا قبول کن مراد. خدا رحمتت کنه. آمین. دیگر چی بم؟ آمین.